سلام خدمت دوستان عزیزم. ببخشید من آلرژی دارم، صدام همیشه یکم گرفته است، معذرت میخوام. درباره این کار اگه بخوام براتون توضیح بدم، این یه گیره شونه است که این کار رو میتونیم رو هم گیره شونه کار کنیم، رو هم گیره انباری، حتی روی تل هم میتونیم کار کنیم. یه ست بسیار زیباست واسه مامانا، دخترها، یا حتی کادو واسه دوستایی که دارید. متریال کارم مرواریده، میتونید از هر سایزی که بخواید استفاده کنید. گیره شنیون چسب ای 8000 و سیم باروک شماره 3. امیدوارم خوشتون بیاد. اگه هم سوالی داشتید در خدمتتون هستم. خانمای عزیز، این همون ویدیو ادامه همون کار قبلیه، ولی چون اینترنت هم مشکل داشت ادامه فیلم واسهتون مقدور نشده. حالا میذارم انشالله بتونید استفاده کنید و برای خودتون با ایده گرفتن از کارهای من ایجاد کسب و کار کنید و به درآمد برسید. امیدوارم همتون موفق بشید. لطفاً لایک و ساب یادتون نره. ممنون از حمایت همه شما عزیزان، دوستتون دارم. پرتاب به سود فاینورد. پدرسن هر چی دارن باید رو کنن. الان اگر حتی ضربه ایستگاهی هم برای فاینورد به دست بیاد، میلو